اذا انت اکرمت الکریم ملکته. از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، هم از شما موکبداران که در ایام 40 کرامت را و رحمت و مودت را به منتها درجه رسوندید، هم از همه ملت عراق، ملت بزرگ عراق، و هم از مسئولین در دولت عراق که امنیت را و فضا را و زمینه را فراهم کردند، هم به خصوص از علمای بزرگوار و مراجع عظام عراق که فضای زیارت را، فضای برادری بین آحاد مردم را، بین دو ملت را فراهم کردند. حقیقتاً جای تشکر داره. ما از صمیم قلب از شماها متشکریم و این مصرع متنبی رو به یاد میاریم که اذا انت اکرمت الکریم ملکته.